سلام به همه، مانی هستم. من نه تولید کننده محتوای خوبیم، نه از موسیقی چیزی میفهمم، نه از فیلم و سریال، ولی اینجام که درباره هر سه نظر بدم. تو این قسمت تاپ ویک طبق روال همیشگیمون میریم سراغ ویدیوهای یوتیوب فارسی که توی هفته گذشته منتشر شدن و نظر شخصیمون رو درباره‌شون میدیم. بدون هیچ معطلی بریم برای ویدیوی اول. ویدیو اول درفت با استریمرها و یوتیوبرها، قسمت اول از فصل 5 از علی زلزله. مهمان این قسمتش مترزک. من فکر کنم مسیو بهم بده، چون فقط مسیو بلدم. خب کوچ، بریم سراغ کاپیتانی که باید انتخاب بکنی و بعد از که انتخاب کردی باید زنگ بزنی به کمک مربی سابقت و ازش کمک بگیری که 1 تا 5 ببینیم چیکار کرده. 1 2 3. بله این شما و این اولین پیک کاپیتان قسمت اول. یکی از جذابترین کانتنت های علی زلزله است واقعا. مهمان این قسمتش هم بمب، اصلا کوچ مترزک عالی. ویدیو فانی بود واقعا. این که مثلا توی درفت‌های قبلی هم بوده، این مهمون‌های میان که حتی مثلا اون بازیکنه رو نمیشناسن و اسمشون رو مثلا میگن اشتباه میگن، واقعا فانه. و یه چیزی که هست، قوانین خیلی پیچیده است و به شدت سخت، ولی خب بازم جذابه در این پیچیدگی و سخت بودنش و محتوای باحال و خفنیه. دمش گرم واقعا. من که حال میکنم با درفت با استریمر و یوتیوبرها. ویدیوی بعدی باز یک بار مصرف و باز یک بمب دیگه. سلام، امیررضا هستم. 45 دقیقه رو ببینید. فرنوش سیدی هستم، خاک پای ملت ایران. آقا رضا سلام، رضاینم و منتظر باشید. علی جان شما؟ منم که علی زودی چنلمه دیگه. دوستان لایکت. خب بریم. جاسوس خودمونه که به همه یک کلمه نشون داده میشه، به یک نفر نه، و باید پیدا کنن که اون شخص کیه. یه موضوعی هست توی جاسوس، یه نقش هست به اسم سردرگم. اگه اونا وارد این بازی بکنن خیلی باحال میشه. به سردرگم 2 تا کلمه نشون داده میشه و باید حدس بزنه که کدوم اوناست و خیلی باحال میشه واقعا. حالا تو یک بار مصرف اومدن همین جاسوس خودمون رو لول اپ کردن با اسم فیلم و سریاله که خیلی باحال شده. یعنی من الان واقعا دلم میخواد یک جمعی دور همی چیزی پیدا کنم و برم و این بازی رو انجام بدم. خیلی خیلی باحاله و ویدیو به قدری سرگرم کننده بود، اینطوری که فیلم و سریال رو به ما نشون میداد و من اینطوری بودم که اگه من تو این بازی بودم برای اون فیلم و سریال چه چیزی میگفتم و تا آخر ویدیو درگیر این موضوع بودم که واقعا باحال بود ویدیو و به شدت سرگرم کننده. دمش گرم واقعا که هر بار تو یک بار مصرف یک بازی خیلی باحال رو به ما نشون میده. ویدیوی بعدی سفر به تبریز، تجربه هتل کوهی کندوان و ماجراجوییاش از رضاینه. آقا واقعا جکوزی با 2 تا پسر تا نیومده بودم. من زیاد نیومده بودم. یه پادکست بزنیم، جکوزی شو. آفرین. جکوز کست. خب میخوام یه سری سوال ازتون بپرسم. اگه یه روزی از خواب پا میشدی می‌بینی یه غذایی، مثلا چه غذایی باشی؟ واقعا طبق گفته خودشون زیباترین و عجیبترین هتلیه که تو زندگیم دیدم. خیلی باحال بود و بی‌نظیر و جذابترین قسمتش سیستم تهویه اونجا بود. اینکه مثلا توی تابستون بدون هیچ کولر و چیزی سرده و توی زمستون بدون هیچ چیزی گرمه. خیلی باحال بود. قسمت جکوزی هم با حضور درخشان بوگی یکی از فانترین قسمت های ویدیو بود. و به قسمت مورد علاقه علی زودیاک توی ویدیو میرسیم. غذاهای تبریز. غذاها از کوفته تبریزیه که اصلا مدل ارائهش برای من خیلی عجیب بود. یعنی از تمام کوفته تبریزیایی که خوردم کاملا جدا بود و اصلا شبیه اون کوفته تبریزیایی که تا حالا خوردم نبود. و باقی چیزا، شیرینی لطیفه، کباب، بستنی، تمام اینا ویدیو رو واقعا خوشمزه کرده بود. ویدیو جذابی بود. توضیحاتی که توی نریشن آقا رضا میگفت خیلی باحال بود و به ویدیو کمک کرده بود، حس و حال بهتری میداد و میشه گفت که یک ولاگ خوب بود. یعنی چیزهایی که من از یک ولاگ انتظار دارم و داشت
ولی مثلا جا داشت که بهتر بشه. مثلا لباس محلی تبریز رو تست میکردن، مثلا شیرینی مثلا نقا رو میرفتن میخوردن، اینا نبود توش. یا یه نفر رو میآوردن بهشون لهجه تبریزی رو یاد میداد، اون ترکیه رو یاد میداد، یکم صحبت کنن، خیلی فان میشد. اگه مثلا این چند تا چیز توی ویدیو بود، خیلی خیلی از اینی که الان است بهتر میشد و بیشتر لذت میبردیم. ولی همینم عالیه. دمش گرم واقعا برای این ویدیو به شدت خفن. یک روز گرم تابستانی جذاب شروع میشه با دنس ایمان و کوروش. جذاب واقعا. بعدش رفتن شکار اوگوپوگو ولی خب موفق نشدن. بعد رفتن سمت یه پارکی برای سوسیس درست کردن ولی باز موفق نشدن. پلیس بهشون گیر داد، 72 ساعت حق نداشتن برن هیچ پارکی. بعد کوروش برای اینکه بخواستن برن تو آب دریا زدگی بهش دست نده، یک قرص مصرف کرده بود. رفته قرصه داشت کوروش رو به خواب میبرد، ولی کوروش خواست به قرصه نشون بده که رئیس کیه، ولی خب بازم موفق نشد. و تهش هم تو استودیو سوسیس کباب کردن. باحال بود، حال داد. ویدیو فانی بود، خوش انرژی بود، خیلی باش حال کردم. لطفاً تفریحات فصل دیگه هم بسازین، خیلی باحال میشه و بی‌نظیر بود ویدیو. و بمب واقعی 45 دقیقه با کوروش زرندوز. خودت فن کی در حال حاضر اگه بخوای یه نفر رو بگی؟ بانو گوهر خیلی. اون که صد من تا اول فنش هستم، ولی اینقدر ناراحتم نیومدن. گفتم که دعوت کردم بیان رو برنامه نیومدن، خیلی ناراحتم. میخوام بدونم که زندگی شخصی ترت چقدر بی‌ادبی. تاثیر میذاره متاسفانه، برای همین سعی میکنم که زندگی شخصی کسایی که خیلی دوست دارم و زیاد دنبال نکنم. ایده این که با پرده سبز کوروش رو آورده بودن تو استودیو خیلی خفن بود و من امیدوار میکنه که قراره قسمت‌های بیشتری داشته باشه 45 دقیقه با مهمون‌هایی که توی ایران نیستن و خیلی باحال. و یه موضوعی حق پادکست 45 دقیقه اینه که تمام قسمتاش حداقل میلیونی و ویو بخورن. چون مثلا مصاحبه‌های علیزیا رو میبینیم که میلیونی شدن خیلیاشون و در واقع چیزی که علیزیا ارائه میده در حقیقت آشغاله. شاید کیفیتش خوب باشه ولی مشکل خود علیزیاست، مشکل سوالاییه که میپرسه. مثلا برمیگرده به ویلسون میگه که آقا شما وصلی؟ ویلسون میگه نه. میگه خب اوکی. بابا مصاحبه کننده ای طرفو بنداز گوشه رینگ، سوال بپرس، از تو جوابی که میده سوال در بیار. یعنی گفتی اصلا باورم نمیشه، خیلی بده تو این کار. بعد میای مثلا 45 دقیقه ایزادو میبینی، سوالا خیلی خفن، فکر شده. سوالا طوریه که مثلا ما رو با قسمتی از کوروش آشنا میکنه که تا حالا ندیدیم یا کمتر دیدیم. مثلا کوروش فن کیه، اهمیتش به کیفیت کارا، کنترل کیفی که رو کارا دارن مثلا 3 بار ادیتش میزنن، نمیدونم بد دهن بودن کوروش، وایس مستر بیست، کانال دوم کومان چه مسیری قراره بره. واقعا سوالا رو میبینه آدم لذت کامل رو میبره. بعد از این سوالا مثلا چند تا سوال دیگه اون وسط در میاد، هی پرسیده میشه که خیلی باحاله واقعا. و به نظر من حقش اینه که راحت میلیونیو بگیره، خیلی راحت. و در مقابل مصاحبه‌های زیاد اینا رو قرار میدیم، میفهمیم که واقعا حق‌خوریه. و در کل میتونم بگم دمش گرم برای این پادکست به شدت خفن و جذابش. خیلی من حال کردم. تاپ ویک این هفته هم به اتمام رسید. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. از صحبتام معلومه دیگه که بهترین ویدیوی هفته کدوم بود. 45 دقیقه امیر ایزد با کوروش زرندوز. خیلی ویدیو باحالی بود، سوالا جذاب بود. کاراکتر کوروش رو خیلی برای من یکی جذابتر کرد این پادکست و به شدت باش حال کردم. دمش گرم واقعا. خستم نباشه. شما هم حتما چنل رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید و تا ویدیوی دیگه خدا نگهدار. من با پستون میام چون همشون سوتین. شنیده بودم که یه مشت بچه کونین، دیدمشون گفتم دختر بچه های نورین. خوشگلا رو پاره